موزیم در قصر شابوبوجان در پایتخت بیش از هزاران اثر باستانی را در خود جا داده. مسئولان این موزیم میگویند در این موزیم اثرهای گوناگون تاریخی به هدف آشنایی مردم با آثار و فرهنگ ولایت‌های گوناگون کشور ایجاد شده. مدیر عمومی این موزیم همچنان می‌افزاید که در این موزیم جنگ افزارهای گوناگون از حکومت گذشته نیز وجود دارند. قصر تاریخی شابوبوجان در زمان امیر عبدالرحمن خان اعمار و به نام خواهرش مسما گردیده و اکنون این قصر در خود بیش از هزاران اثر باستانی که قدمت آن به بیش از 100 سال میرسد را در خود جا داده است. مسئولان موزیم اتنوگرافی هدف از ایجاد این موزیم را آشنایی شهروندان کشور با آثار و فرهنگ ولایت‌های گوناگون کشور می‌دانند. هدف از ایجاد از این موزیم شناسایی با آثار و فرهنگ آثار مادی ولایت مختلف کشور می باشد. مدیر عمومی این موزیم همچنان می‌افزاید که در این موزیم در 4 بخش آثار باستانی گوناگون به شمول جنگ افزارها موجود است. این موزیم شامل 4 بخش است. بخش اول از این آثار اتنوگرافی شامل لباس‌ها، زیورات، ظروف سفالی است، وسایل جنگی است. از سوی هم برخی از کارمندان این موزیم می‌افزایند که بیشترین بازدید کنندگان این موزیم را دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می‌دهند. بسیار برای بازدید کننده های ما بهتر می باشد و خصوصا متعلمین و معلمینی که در پانتون ها درس می خوانند میان و از فرهنگ و کلچر خودانکس استفاده می کنند، به خاطر که این موزیم ها جایی است که فرهنگ و تاریخ افغانستان که از به نمایش گذاشته. در این موزیم آثار مختلف از قبیل لباس، سکه، کالیگرافی مدرن و آثار دیگر از زمانه‌های هخامنشی ها و یونان باختر نیز به چشم می‌خورد. موزیم در قصر شابوبوجان در پایتخت بیش از هزاران اثر باستانی را در خود جا داده. مسئولان این موزیم میگویند در این موزیم اثرهای گوناگون تاریخی به هدف آشنایی مردم با آثار و فرهنگ ولایت‌های گوناگون کشور ایجاد شده. مدیر عمومی این موزیم همچنان می‌افزاید که در این موزیم